خبرگزاری تاس روز دوشنبه دوم ماه دلو و نقل از زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گزارش داده است که تعامل با طالبان برای ایجاد یک دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در دستور کار این نشست خواهد بود. این دیپلمات روسی اضافه کرده است که تاریخ دقیق برگزاری این نشست به زودی اعلام خواهد شد. با این حال وی افزوده است این نشست در حال آماده شدن است و برگزار خواهد شد. امید وجود دارد که قبل از پایان جنوری برگزار شود. به گفته کابلوف، تبادل حملات میان تهران و اسلام آباد بر آمادگی های این نشست تأثیر نخواهد داشت. او در این مورد گفته است نه، چون این نگرانی های وجود ندارد. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه هفته گذشته طی یک نشست مطبوعاتی گفته بود که طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید به وعده های خود از جمله ایجاد یک دولت فراگیر عمل کنند. او تصریح کرده بود که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان پل ارتباطی بسازند و نیروهای سیاسی دیگر را نیز به ساختار حاکمیت دعوت کنند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، مسکو بیشتر با این گروه در ارتباط بوده است.